حالتون چطوره؟ خوبین؟ حاجیدی؟ امروز اومده که این چالش بامزه تیک تاکی رو بهتون آموزش بده. مراحل انجام کارش فوق العاده ساده است. کافیه که تکنیک مسک رو یاد گرفته باشی که دیگه بعد از این همه آموزشی که توی پیجم دیدی دیگه باید یاد گرفته باشی. برای انجامش کافیه که یه جارو بکاری یه جا، هی بیای اینور بری اونور، همین ادای اینو در بیاری که اونور انگار غیب شد. و یه شات خالی هم از صحنه میخوایم، یعنی خودتون صحنه نباشین، یه شات خالی هم همونجوری میخوایم بعد بگیرین و بعد میریم توی برنامه کپکات که باز میکنیم، ویدیومونو میایم اد میکنیم. بعد این صحنه ای که داریم دستمون اینجوری میاریم ببریم تو اینجا، دقیقاً همینجا اون عکسی که خالی از گفتم یه فریم خالی میخوایم، اونو میای اینجا آورلی رو میزنی و عکس تو اینجا اضافه میکنی. ولی چون من یادم رفتش که عکس خالی بگیرم، میام دقیقاً همین صحنه رو میام از این پایین فریز رو میزنم، فریز فریمش میکنم. بعد نکن یه عکس ثابت شد، بعد میام اینو از این پایین آورلیش میکنم، ببین دقیقاً آوردش پایین و اینو تا آخر ویدیو میکشم. حالا تنها کاری که لازم انجام بدیم اینه که بیایم این عکس پایینیه رو که آورلی کردیم و بیایم اینجا و از پایین ماسک رو انتخاب کنیم. من اینو اینجا میزنم و دقیقاً باید بیاریش روی خط جاروت. ببین این بیلبیلکر میبینی، اینو یک کوچولو خیلی کم میارمش جلو که یه خورده فدر کار بیشتر بشه، نرمی لبه بیشتر بشه. اگر که فدر کم باشه ممکنه که یه خورده تابلو بشه، خطاش خیلی تیز در میاد، چون مشخص میشه که یه عکس انداختی روی این. به همین سادگی تونستیم این چالش بامزه رو بسازیم. اگه که خوشت اومد ویدیو رو بفرست واسه دوستات، واسه اونایی که چالش تیک تاکی دوست دارن. آموزش نصب تیک تاک هم که توی پست قبلی بهت دادم، اگر خواستی تیک تاک هم بری و توش بگردی ببینی چه خبره، پست قبلی رو حتما ببین، خیلی باحاله. یه فیلتر شکن خوبم معرفی کردم توش و خیلی مخلصی.